السلام علیکم مادران عزیز، پدران عزیز، برادران و خواهران، فرزندای عزیز، نبیره ها، به همه‌تان مبارک شود. امروز روزی اولش عید غلبه، دویمش من غلبه های نوبتی عمرخان عزیزی شاگرد عزیز من و از روزهای اولی که امین عمر جان در زیر نظارت من و تربیت من آمدن، از همون وقت بچه با آداب، با مدنیت، با فرهنگ بودن از یاشیشون. ولی هم که جوانونه که اون وقت تماما جوان بودن، پدرشان آدمی بزرگ، مادرشان آدمی بزرگ، پدر و مادر به رحمت پیش از همه برای همین خیلی تربیت. و در فیلارمونی دولتی تاجیکستان همراه من چند وقت کار کردن و از همون وقت الکی معلوم بود که یکی از شاگردای بهترین میشوند و من خودم در صحنت حال شاگرد هستم. و آرزو دارم که امروز همین تئاتر بسیار کهنه قدیمی بزرگی ملت تاجیک، تئاتر آوازه‌داری به نام شیخ اولیا کمال‌الدین خوجندی، بسیار یک تئاتر تاریخی است. اینجا بسیار اربابای بزرگ و برجسته هنری تاجیک اینجا کار کردگی، فعالیت کردگی. عادل جان نظرف رئیس بودن اینجا، بعد مهربان که جلبک نبیف استاد، رحمتی دوران علیماتوف، اینجا عبدالجمیل رحیموف برادری من، دوستی من. و امروز یک جوان نازنین امروز رئیس تئاتر هستن که کنی رئیس کجا رفتن؟ یا رئیس به خرسا زنیتون. همین راهبری پای قدم میگه. من فیلارمونی به خودم 28 سال 30 سال کار کردم و من دیرکتری فیلارمونی دولتی تاجیکستان تعیین کردن. همین 7 سال به من علم 30 سالم گرفتم. 7 سال هم ریمون کردم فیلارمونی که 4000 کوادرات بروچاتکا زدم، 1000 تا کلیسی نام موندم، ارتستای کابینتوش نام کردم، لیباسش نام کردم، اسبابای نام خریدم، آپاراتور دیناکور 15 کیلووات در آسیای میانه نبودگی گرفته آوردم. همش یاردم پرزیدنت کردیم. جناب عالی فهمیدن که افضل شو دیرکتر پول دادن، یاردم کردن، آباد کردیم کنیتون گفتن. خدا به شکر. و همین پای قدمی همین رئیس محترم کدی دادری عزیزم کدی من این تعمیرای نو شد، این آبادی ها شد. تئاتر امروز شناختن همیشه از بیرونش هم از درونش هم و خدا به شکر اینقدر زیبا شده است و شما مبارک شود. الها در سطح بلندی هنر کارمندای اینجا قرار دارند و از این زیادتر شوند. فرهنگ مردم بلند برداشتن در کار. مردم ما خودش با فرهنگ است. طبع اینا چاق کردن که اینا چیزای ناز نشون دادن که همه مادرها، پدرها، فرزندها از اینجا تربیت گرفته آدمای درست شوند. خدا خواهد. و شما هزار رحمت برای دستگیری ها نسبتی همین فرزندی من، شاگردی من، مرجان عزیز و این نوازنده های محترم به رحمت که امروز دستگیری میکنن و شما همکارا همه تام تشکر. مرجان اکو جان جگرم ده. همین من افتخار میکنم چون که در همین سر کلین زنده که باید توی او کاشام اون کس بیان البته باید سلطان جان جورین کسی خاندار کروسیم سرچه خدا خواهد همون توی به شما خبر اکا من پیش خلق بگفتوسیم و همین صنعت این بحر است. صنعت به هیچ کس من زور گفته نمیتونم. صنعت به همین روز یک تا هنرمند برآمد پگه بود دیگرش میبرد. خلق خودش میداند کیا ناز بیند کی به خرسا زند. برای همین روز شما با رحمت که برای همین مرجان عزیز آمده امروز در دستگیری کروستان همه تان با رحمت. خوجند باستان شهر قدیم، شهر اصیل، شهر بزرگا، شهر نیکی، شهر آدمگری. شیخ مصلح الدین فقط نیکی پیشه میکردن و مصلحت میدادن که بدی نکنیتون. برای نامشان ماند، مقبره زیباشان ماند، بزرگیشان در این شهر هست. اون که ستون همین شهر و این شهر امروز اخدار آباد شده است. از نام همه ما رحمت بر رئیس ولایت سود، رحمت بر رئیس شهر خوجند که خدر شهر ما خوشرو شده است.
و اگر یک تا سرود نخوانم بگه بخیر مرجان من جنگ میکنم برای همین اکار رحمت شما رحمت در روی جهانم ندانم جهان چیست فرزندی زمانم و ندانم زمان چیست تا پیر نگردم نفهمم جوانی تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست آتش نمانیم نجوییم رهی آب تا گوش نمانیم ندانیم که نام چیه تا باره نسوزیم ندانیم که خامیم تا برگ نریزیم ندانیم خزان چیه شکری ما بر نمک عمر زیاده تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست دنیا بنم وطن از من خبر بگیر هر لحظه قیمت از من خبر بگیر دیدار تو مرا بال پریشان چشمی تو دولت است از من خبر بگیر چشمی تو دولت است از من خبر بگیر هست و نیست از ما نهان بود فردا کی هست و نیست از ما نهان بود هر دم امانت است از من خبر بگیر در باغ زندگی هر روز گل کجاست در باغ زندگی هر روز گل کجاست فصلی محبت است از من خبر بگیر فصلی محبت است از من خبر بگیر من ساعت دیلک زند
فرصت است از من خبر بگیر این پندی کهنه را تکرار میکنم این پندی کهنه را تکرار میکنم آدم غنیمت است از من خبر بگیر آدم غنیمت است از من خبر بگیر آدم غنیمت است از من خبر بگیر از من خبر بگیر از من خبر بگیر هزارها رحمت زنده باش تو رحمت ما از این نبیرها خورسم از فرزندا خورسم مرجان همین خانه ریمان کداسیمو 14 تا استا اخوجان کار کداسی هم استاها کس شیف کنو با او خود میتن نگاه میکنه همه من از امریکا شلیپا آوردگی یک $2000 میستد شلیپا نیستی جو زیر سلافم پیش کردم موندگی بیام که باران بارداست همون شلیپای پشتگی استای این تکنید اومد همین شلیپا شیف گفتم سال خطا کردی نه این اول پشتگی نه تکی باران بگشتی هم تو میگه خطا کردی همین خیلی بچه حلال که ساده بچه دل صاف بچه آدمی دل صاف به خدا میتید برای همین امروز در خوجان افضل شوی دو خدا بشکر هستن من باوری من دلم پر که آینده هم تو قدای موندگی من به قدم موندوسیان ارتیست خلقی تاجیکستان هم کسام حالی میگیرن خدا خواهد انشاءالله با دعای شما با خرسال شما فدیز چوبا مردم چوبای توبا مردم توبا چوبا مردم چوبای من توبا مردم توبا چوبا مردم چوبای من توبا مردم توبا چوبا مردم چوبای من چوبا مردم چوبا من توبا مردم توبای چوبا مردم چوبا عدد از گل اشارت میکنم من لبد از بو سغارت میکنم من لبی تو مکه و من مردی حاجی شبی تو یاد زیارت میکنم من چی با مردم چی با من تو با مردم تو با چی با مردم چی با من تو با مردم تو با من تو با مردم تو با چی با مردم چی با سری راحت نشینم خانه سازه با مویهای سیاحت شانه سازه با مویهای سیاحت شانه رنگی تو را از خود بتر دیوانه سازم چی با مردم چی با من تو با مردم تو با چی با مردم چی با من تو با مردم تو با چی با مردم چی با من تو با مردم تو با چی با مردم چی با من تو با مردم تو با من تو با مردم تو با من تو با مردم تو با زیهی چشمی که هرگز نم نگیرد زیهی مردی که در دل غم نگیرد به هر یک خانه و در توی باشه الهی هیچ کس ماتم نگیرد از سرودهای شیرینی عمر جان یگان تا شنونده دم نگیرد حقی استاد از بدر بیش است حقی استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است و از پدر استاد در پیش است خدا برارتیت برکتیت آواز برارتیت خلق باستان شهر خوجان همه خلق تاجیکستان از ما با سروری پیشوای معظم ملت سیر و پر و امانی ارزانی تینجی باشد همه تان با اید غلبه بهار عزیزی ما زیباترین بهار
مبارک باشد مرجان و براری کار یک خرس که بلند برای پدری معنوی من استاد هزار رحمت. تشکر زیاد استاد عزیز راستی شما رو خوش اومدید میگم. از آغازی سال 2012-13 با عمر جان در همین صحنه مقدس ایجاد می‌نماییم. یکی از آرزوهای دیر انتظار عمر جان امروز جامعه عمل پوشید. استاد خوش اومدید. صدقه شما.